حتما شال یا روسری داری که دیگه ازش استفاده نمی کنی. الان وقتشه که دیگه از اونا استفاده کنی. نوارای 12 سانتی متری رو برش میزنیم به بلندی 2 تا 3 متر. حالا یه مستطیل آماده میکنیم. این مستطیل باید بالاش به اندازه دور کمر به علاوه 10 تا 15 سانتی متر و پایینش هم به اندازه دور باسن به علاوه 10 تا 15 سانتی متر باشه. از این تیکه دو تا تیکه آماده میکنیم. یه تیکه روی دولای بسته و یکی روی دولای باز. پایین کارمون هم گرد میکنیم. 2 تا درز این 2 تا تیکه رو به هم میدوزیم. این قسمت جلوی دامن بود که من جلوش رو 1.5 سانتی هلال کردم. آستری دامن رو هم طبق 2 تا تیکه برش میزنیم. قسمت جلو مثل قسمت جلو و قسمت پشت مثل قسمت پشت. بلندی اون رو هم میتونین تا روی زانو و یک کم پایین تر از زانو برش بزنید. حالا دوباره نوارهایی به اندازه 15 سانتی متر روی یک شال و یا روسری که دوست دارید برش میزنید. هرچی تعداد این نوارهاتون بیشتر باشه، چین هایی که میتونید روی دامن سوار کنید بیشتر. درزای پهلوی دامن رو به هم دوخت میکنید. سردوزشون میزنید و بعد آماده میشه برای دوخت چین ها. نوارهایی که آماده کردیم رو چینکش میکنیم. لبشون رو سردوز میکنیم و حالا روی دامن سوار میکنیم. یه چین رو پایین دامن کاملا میدوزیم. دور تا دور لبه پایین دامن میدوزیم. دقت کنید که دوختتون دقیقاً روی دوخت چینی باشه که دادید. به این صورت همه نوارها رو چینکش میکنید. و حالا به طرحی که خودتون دوست داشتین روی تیکه دامن سوارشون میکنید. من اینجوری به صورت نامنظم سوارشون کردم. سوزن میزنید و خیلی مرتب و دقیق روی قسمت هایی که چین داده بودید دوختی منظم میزنید. برای کمری دامن یک نوار 20 سانتی در 1.5 متر آماده میکنید و میذاریمش کنار. ببینید این قسمت های چینه که من روی دامن سوارش کردم. هنوز درز پشت دامن رو آماده به هم ندوختم. اینجا درز پشت دامن رو میارم رو هم و دوخت میزنم. چون دامنمون میخواد کمرش کشی باشه این درز رو سر تا سر میدوزم. خب حالا این تیکه دامن رو میذاریم کنار و میریم سراغ آستری دامن. 2 تا درزای پهلوی آستری رو اولیه دوخت میزنید. این دوخت رو داخل تا میدید و بعد باز از روی آستری یه دوخت دیگه میزنید. این برای اینه که چون دامنمون حریر هست نمیخوایم قسمت‌های پهلوی آستر رو سردوز بزنیم که سردوز از زیر دامن مشخص باشه. به این شکل. پایین دامن رو هم من تا دادم و اتوکاریش کردم.
حالا آستری رو داخل دامن میندازیم و از قسمت کمری دوتایی رو به هم وصل میکنیم. برای پلهای کمری یک نوار 4 سانتیمتری رو به اندازه 30 سانت آماده کنید. اون رو به صورت یک نوار اوریب اتو بزنید. اون رو به تیکه های 7 سانتیمتری جداش کنید. من الان اینجا 4 تا بندینک آماده کردم. با فاصله های منظم 2 تا قسمت پشت دامن و 2 تا قسمت جلوی دامن قرار میدیم و با یک دوخت اون رو متصل میکنیم. برای قسمت کمری یک مستطیل به اندازه دور کمر دامنمون و به ارتفاع تقریباً 8 سانتیمتر آماده میکنیم. این اندازه به اندازه پهنای کشتون بستگی داره. چون پارچه حریره و ایست نداره من از این تیکه 2 تا آماده کردم، یکی آستری و یکی حریر. اینم کش. 2 تا تیکه آستری و کش رو به هم میدوزیم و کش رو داخلش ثابت میکنیم و اون رو دور کمر کشمون میدوزیم. بندینک ها رو از پشت دوباره به درز داخل کمرمون دوخت میزنیم و سردوز میکنیم تا داخل کار تمیز بشه. و این هم کمری هست که قبلا آماده کردیم برای تزیین دامنمون. اگه میخوای آموزش‌های رایگان بیشتری از ما ببینی حتما من رو فالو کن، یه کامنت خوشگل برام بذار و توی کپشن رو حتما مطالعه کن چون نکته‌های خیلی مهمی برات اونجا نوشتم.